در طول تاریخ بعضی نبردها فقط جنگ نبودند، نه برای زمین و نه برای قدرت، بلکه لحظه هایی بودند که مسیر دنیا را تغییر دادند. لحظه هایی که اگر کمی متفاوت رقم می‌خوردند، شاید امروز ما در جهانی کاملا متفاوت زندگی می‌کردیم. در این ویدیو 5 نبرد بزرگ را بررسی می‌کنیم. نبردهایی که نتیجه آنها آینده ملت‌ها، امپراتوری‌ها و حتی تمدن‌ها را ساخت. پس اگر آماده‌ای کمربندها را ببندید. این یک سفر کوتاه اما پر از داستان‌های بزرگ است. اولین نبرد گرانیکوس. اسکندر 20 ساله روبروی سپاه هخامنشی ایستاده است. امپراتوری ایران قدرتمندترین قدرت زمانه است و اسکندر فقط وارث جوان مقدونیه. اما چیزی در نگاه اوست، شجاعتی که مرز نمی‌شناسد. رودخانه مثل دیواری بین دو سپاه قرار گرفته است. ایرانی‌ها با زره‌هایی درخشان و کماندارانی آماده منتظر حمله‌اند، اما اسکندر تردید نمی‌کند. او با سرعت به سمت رود می‌تازد. آب تا زین اسب بالا می‌آید. سربازانش فریاد می‌زنند و ناگهان دو سپاه به هم می‌کوبند. این نبرد کوتاه اما سرنوشت‌ساز پیروزی اسکندر را برای فتح آسیای صغیر، مصر و در نهایت سقوط امپراتوری هخامنشی باز می‌کند و یک حرکت اشتباه در گرانیکوس شاید اسکندر هیچ وقت کبیر نمی‌شد. دومین نبرد ترموپیل. 4 قرن پس از گرانیکوس در گذرگاه باریک ترموپیل صدای قدم‌های بزرگترین ارتش جهان طنین می‌اندازد. خشایارشاه، پادشاه قدرتمند ایران، با لشکری عظیم روانه یونان شده است. اما در باریکه کوهستان ترموپیل 300 اسپارتی به رهبری لئونیداس همراه چند هزار یونانی ایستادند. اینجا نه جای عقب نشینی است و نه جایی برای اشتباه. 2 روز اسپارتی ها مثل دیواری آهنین مقاومت می کنند. سپر به سپر، نیزه به نیزه و در هر لحظه تفاوت تعدادشان غیر قابل باور است. اما خیانتی کوچیک همه چیز را تغییر می دهد. ایرانی ها از مسیر مخفی پشت کوه ها عبور می کنند. محاصره همکنون کامل می شود. لئونیداس می داند پایان نزدیک است، اما می ماند و با صدایی محکم می گوید امروز ما برای یونان می میریم. شجاعت آنها یونان را متحد کرد و در آینده مسیر حمله ایران را متوقف ساخت. سومین نبرد واترلو. سقوط نابغه جنگ. دشت‌های سبز واترلو آخرین پرده زندگی ناپلئون بوناپارت. او مردی است که قاره اروپا را تکان داده است، ارتش‌ها را شکست داده و امپراتوری‌ها را ویران کرده است. اما حالا در برابر ائتلافی از بریتانیا، پروس، هلند و چندین کشور دیگر قرار گرفته است. ارتشی که فقط یک هدف دارد: پایان دادن به دوران ناپلئون. باران شب قبل زمین را گل‌آلود کرده است. توپخانه ناپلئون کند شده و همین جزئیات کوچک سرنوشت جنگ را تغییر می‌دهد. نبرد از صبح تا غروب ادامه دارد. هر بار که نیروهای ناپلئون حمله می‌کنند، نیروهای تازه نفس پروس از راه می‌رسند و سرانجام در غروب آن روز یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ سقوط می‌کند. واتر پایان ناپلئون بود و نقطه آغاز نظم جدید اروپا. نبرد استالینگراد. 4مین نبرد جهان. جهنم یخزده جنگ جهانی دوم. شهر ویران شده استالینگراد یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بود. سردترین زمستان و گرمترین آتش جنگ. ارتش آلمان نازی که تا آن زمان تقریباً در همه جا پیروز شده بود،
در خیابان‌های تنگ و یخزده استالینگراد گیر افتاد. سربازان شوروی خانه به خانه، اتاق به اتاق برای هر متر از شهر می جنگیدند. هیچ کس عقب نمی نشست. هیچ کس تسلیم نمی شد. محاصره زمستانی ارتش آلمان را به زانو درآورد و تسلیم نیروهای آلمانی شد. نقطه عطف جنگ جهانی دوم. پس از استالینگراد ارتش نازی دیگر هیچ وقت مثل قبل نشد. پنجمین نبرد، نبرد لپانتو. آخرین بازگشت نیروهای اروپایی. دریای مدیترانه شاهد یکی از بزرگترین نبردهای دریایی تاریخ است. نیروی دریایی عثمانی در برابر ائتلافی از کشورهای اروپایی. صدها کشتی چوبی، توپها، بادبان، دود، آتش، دریا را تبدیل به میدان جنگی وحشی کرده بود. نبرد لپانتو در چند ساعت سرنوشت دریا را تغییر می‌دهد. این نخستین بار بود که پیشروی دریای عثمانی‌ها متوقف می‌شد و در نتیجه آن تقسیم قدرت در مدیترانه برای قرن‌ها بود. پس نتیجه می‌گیریم که از رودخانه گرانیکوس تا دشت‌های واترلو، از گذرگاه ترموپیل تا خیابان‌های یخزده استالینگراد، تاریخ با لحظه‌هایی ساخته شده است که فقط چند ساعت یا حتی چند دقیقه طول کشیدند، اما اثرشان تا قرن‌ها باقی می‌ماند. اگر دوست داشتید قسمت دوم این مجموعه را بسازیم. حتما در کامنت ها نظر خودتون رو به ما بگید.